خلاصه کردن کتاب ها. یک کتابی که زیاد سر زبان هاست، کتاب جادوی فکر بزرگ، The Magic of Thinking Big. خدمت شما ایره خلاصه نویسی کردم و 95 مورد بیرون نویس کردم. نوشته دیوید جی شوارتز است. این پیام کتاب همونطور که در عنوانش نوشته است، پیام بزرگ بیاندیشید است. خواهشش است که خرد فکر نکنین. عزیزای دل من، شما میفهمین تفاوت انسان ها در تفاوت اندیشیشان است. بزرگی و کوچکی انسان ها در تفاوت اندیشیشان است. انسان کوچک کسی است که اندیشه کوچک داره. انسان بزرگ کسی است که بزرگ می اندیشه. ما و شما متاسفانه عادت ماست بزرگ نمی اندیشیم. ما در قید و بند چیزای بسیار کوچک هستیم. کل فکر ذکر ما است که پلوان تو کمکی کج شد، گوسفند تو از شفتل مخورد و طفل تو 2 زردالوی برخورد. یعنی کل فکر یک افغان است. متاسفانه شما اطراف برین همین چیزا جنجال است و اینا تنها به یک گفتن نیست، در بعضی از این گپا تا سرحد کشتن همدیگان پیش رفتن. اما دیگه به فکر تسخیر مریخ است. مهتاب بر خود تقسیم بندی کردن کی سهم مسی سهم مس. هوش مصنوعی رو جور کردن که در یک روز شما دیدین که چین هوش مصنوعی خود معرفی کرد 2 تریلیون دلار ارزش سهام امریکا در یک روز پایین آمد. دالی که میگن کل جنگ جهانی دوم مصارفش 1.4 تریلیون بود یا چقدر. حالی در یک روز بدون هیچ جنگ به مراتب از او کده ضربه کلانتری که به دیگه خود وارد کرده میتونن. ایر بزرگاندیشی میگه عزیز دل من. ما هنوز سر چیزای بسیار خرد و پیش پای افتاده مصروف هستیم. ما هنوز حتی نتانستیم بین خود جور بیاییم. فیسبوک ها را شما باز کنیم ببینید چند نفر ما با هم جور آمدیم، سر چی توافق داریم. حتی مثلا سر از این موضوع ساده که دیگه بیخی بر روشنی آفتاب است که یک کتاب است تشریح بشه دیده بیام ما شما هنوز تفاهم نداریم. بعضیا حاضر به حمله و مخالفت هستند. اینجاست تفاوت ملت ها و تفاوت انسان ها. اگر شما میبینین که کشورها گپای اول در دنیا میزنه، اینا تو نویسنده داشتن، هدایاتی برشان داشتن و امروز یک دیوانه شانم ما منتظرش هستیم که چی سخنرانی در مورد کشور ما خواد کرد، چی امضای خواد کرد، چی خواد شد. یعنی واقعا براستی ما یگان دفعه میگم حال دنیا چقدر خراب است که یک نفر بمی خصوصیات ابروزه مثلا اوج رئیس جمهور است و کل دنیا منتظر فرمانای از اوشته دیگه. شخصیتش برخوردهش شما خوب ببینید، دیوانه خویش هم شما میبینید. به خاطری که ما و شما بزرگ فکر نمی کنیم. بیاین امروزی چارچوبا را بشکنانیم، یاد بگیریم بزرگ فکر کردن. یکی از چیزایی که دوستای نازنینم کمک ما میکنه مطالعه کتاب است. یکی از چیزایی که این اندیشه را بزرگ میسازه مطالعه کتاب هاست. به خاطر که وقت کم است ما بتانم برسم از توضیح مجبور استم تیر شدم. 2. موفقیت افراد به میزان تفکر آنها وابسته است. موفقیت از فکر شروع میشه از دل من. چی فکر میکنی؟ کوشش کو سر فکرت کار کن. وقتی صحبت شود که موفق شد تو میگو والله من امکانات ندارم، پول نیست، این نیست. عزیز دل من، ساختن فکرت که در اختیارت است. کتاب که ارزانترین کالهای از این بازار ما و شماست.
از بوت هم که ارزان است، از کرتی هم که ارزان است، از هر چیز کرده ارزان است. بی سر فکرت کار که عزیز دل من، همین فرصتش سایز دیگه کار نمیتونی، دیگه امکانات نیست. روز یک جلد کتاب بخوان، روز یک جلد نمیخوانی، هفته یک جلد خوب بخوان. سوم میگه رقابت، این گپش جالب از دوستای نازنین، میگه رقابت در سر شغل‌های پایین 50 برابر بیشتر است نسبت در رقابت سر شغل‌های بالاتر. مثلا مثال می سر ماموریت، برای امتحان یک ماموریت باشه مثلا 1000 نفر امتحان میده، بر ریاست 10 نفر. همینجا میگه کوچک اندیشی مردم شما میبینین، برین سر چیزای بالاتر میگه فکر کنین. اینا دیدین دیگه، سر رقابت ریاست جمهوری اور در کل 300 میلیون نفر داره امریکا، بخیالم شاید 300 میلیون. خواهم قدر رو فکر کنیم. اون 2 نفر تنها رقابت میکنه سر ریاست جمهوریش. گپ جالب از این موضوع، یعنی سعی کنین انسان ها کوچک میاندیشن، به یک چیز بالاتر فکر نمیکنن، به چیزای پایین تر. بنان سر شغلای پایین بیروبار زیاد است، کوشش که برو بر چیزای بالاتر تو خدا آماده بساز. چهارم، اندیشه ها بر جهان حکم میرانن. بسیار گپ مقبول میگه، نمیگه بازوها بر جهان حکم میرانه، نمیگه که فوتبال و کرکت بر جهان حکم میرانه. اونا را ساختن بر مصروف ساختن تو. اندیشه ها بر جهان حکم میرانه. بعضی چیزا عزیز دل من برای کوچک ساختن فکر تو، یکی فکر ما کوچک است، بعضی چیزا رو ساخته که دیگه میره کوچک بسازه. تلویزیون ساخته که فکر تو هم قگه کم که داری او از همون چارچوب تلویزیون بیرون نشه، مصروف باشه. چی ورزشکاری، اوه این بال تو هیچ فکرت از بال بالا نره عزیز دل من، نمیفهمی چی میکنه دیگه. از اینجا چیز نمیگم، میرم بیرون که دو میزنین، شما مستقیم دو میزنین که بگوی چرا قواعد داره فلانی میگی، تو چرا زورت میته؟ به خدا زور نمیته. تو را چطور فکرت کوچک میسازه؟ کس نیست این همیست که روز 2 میلیون میتناید، هست نیست دینم بال از کل دنیا. میرم خیر سر رونالدو اینا طرف داره از اون دو میزنه، این ملت اعتراض و خدا خاطر رونالدو مرا دو میزنه. چی ناجوانی هستین خدا ما خیر. شما فکر کنید که آید رونالدو چقدر است، یعنی کل دنیا از توپ و گل و گفتید یا تا توپ است دیگه. کل فکر ذکر تو عزیز دل من او وابسته ساخته. در نهادهای اجتماعی آخرین نهاد تفریح و سرگرمی ایجاد شد. وقتی سیاستشان جور شد، اقتصادشان جور شد، صحتشان جور شد، تعلیم تربیتشان جور شد، مکاتبشان جور شد، دانشگاهشان جور شد، کلی چیزشان جور شد، گفت بیاین کلش کمای ما سیر است چی کنیم؟ بیاین که 4 نفر در میدان ایستی بده و توپا بزنه. اما به خاطری که بر ذهنای کوچک بزرگ جلوه بده، بیار خوب پول بده، خوب موتر داشته باشه، خوب لوکس داشته باشه، جوان دیگه سر بالا نمیتونه که دیگه هم چیزی هست دیگه زندگی نیست. اوه رونالدوس. و چی یک جالب عکسی انداخته بودن، یک لوکس قصر انداخته بود، قصر رونالدو. یک تا دیگه دیگه بغل انداخته بود اما تو مقبول از مسی. یک خانی گلی خراب انداخته بود از طرفدارایشان در افغانستان که سرشان جنگ میکنه. در کوهستان بیادر گرفت، در شکم بیادر چاقو زد کشت که رونالدو توپ زده، این مسی توپ زده. اینجا ذهن کوچک عزیز دل من دیگه که دریاست. پنجم چی میگه؟ موفقیت یعنی یک تعریف از موفقیت داده: کسب رفاه، عزت، احترام، بزرگی، آزادی، آرامش و خوشبختی. وقتی میگه از موفقیت صحبت میکنیم یعنی به دست آوردن این موارد. ششم چی میگه؟ میگه موفقیت هدف زندگی است. یک هدف بر زندگی اینا تعیین میکنن که میگه هدف زندگی ما چی است؟ با موفقیت رسیدن. این هم برای ما شما هدف بد نیست که اگه تو رو گفت هدف در زندگی چیست میخوایم؟ موفق شوم. یگانه هدفت موفقیت.
هفتم چی میگه؟ اعتماد به پیروزی بخشی اصلی و بسیار ضروری از نوشت انسان‌های موفق است. آدم موفق میگه اعتماد داره که کامیاب میشه. آدم ناموفق با اندیشه کوچک از اول ترس چی داره؟ ترس شکست، که مبادا شکست بخورم. به شکست فکر نکو، به کامیابی فکر کن. ما بارها گفتیم شاگردای کنکور ما دو نوع است. یک تعداد میگه استاد در فاکولته طب چی درس‌ها خوانده میشه؟ هنوز امتحان ندادن. به این فکر است که امتحان بتونم چی را بخوانم دیگه بعد از امتحان. یک نفر دیگه اون دوست اگه ناکام موندم چطور میشه؟ وی ترس اگه ناکام موندم چطور میشه؟ اگه ناکام موندیم میگم بچه پدر تلقی دار زده، مادر تام تفنگ چرایی رو پر کرده، کمی ناکام موندیم دست ویر میگیم نه هیچی نمیشه، هیچی نمیشه. زیادم که شوه که ناکام بودی برات ازدواج میکنند اگه این کنکوری نشد هیچی نمیشه. از دل من چرا به ناکامی فکر میکنی؟ به ناکامی فکر نکن، به کامیابی فکر کن. خداوند امرایت است، اندیشیت درست کن، راه را مسیر درست برو. امی هدایات کتاب عملی کن، 100% کامیاب میشی. چرا باید به ناکامی فکر کنی؟ هشتم، ذهن شما گوش کنید چی گپ خوب میگه، یک کارگاه فکری است و تولید آن تحت نظر دو نفر سرکارگر صورت میگیرد که یکی آقای کامیاب است، یکی آقای ناکام است. یکیش گشته میگه کامیاب میشی، یکی میگه بد میکنه ناکامی شور نخوری. یکیش میگه برو سیمینار، آقای ناکام میگه نری سیمینارا چی به درد میخوره، کلش خیلی خندیست وقت ضایع نکن. او دا توی کامدی آقای کامیاب ذهن تو را آورده، اوی که نامد آقای ناکام ذهن سرش زور شده فکرش که نه شور نخوری. بازم آقای کامیاب بر تو میگه کار شروع کن، ناکام میگه نه. اینال دیگه تو خودت انتخاب به تو است. هر چی فکرای مثبت در ذهنت میاد نتیجه کار آقای کامیاب است. هر چی منفی ها میاد نه. اینال تو دیگه از این روز فکرت باشه که لطفاً طرفدار آقای کامیاب شو. دیگه کار خو نکردی عزیز دل من، طرفدار دانشمند خود تو نشدی، از آدم خوب تو دفاع نکردی. رای هم با آدم های صحیح نداده این دو وقتش نه شکم نان رای داده. او گفت خیره گم کن، از اوناش تیر میشه. حالی لطفا همین طرفدار آقای کامیاب ذهنت خوشو، طرفدار آدم خوب باشه میشه. همین از این خود تمرین کنین. سیست هم پیامکای مثبت که میتن که درس بخون، زحمت بکش، تلاش کو، سیمینار برو، ورزش کو، راست بگو، احترام پدر مادر بکن، کتاب بخون، وقت ضایع نکن، تلویزیون کم کن، تلفن کم کن. این گپای کلش از آقای کامیاب است. برعکس این چیزا که میشنوی از آقای ناکام است. طرفدار از این است که خودش رو تو هم در بدر میکنه. این وظیفه‌ش است که تو را خراب کنه. نوم، فرصت را تبدیل به ثروت کنید. اجزای دل من، در زندگی هر کدام ما فرصت ها میه، میتونین به ثروت تبدیلش کنین، میتونین از دست بدین. دوست ما همراه صاحب در سیمینارا می آمدن سالهای قبل، امروز خودشان نام خدا در یکی از بهترین پانتونا که پانتون کابل است در تالارش سخنرانی می داشته باشه. محصلین استادا میشینن پای صحبتش، از امون فرصت استفاده کرده. تو هم امروز از این فرصت استفاده کن، از هر کسی که اینجا یک چیز یاد بگی، هم از خوبا یاد بگی، هم کسایی که اشتباه داره تو متوجه میشی از اونجا. مثلا یک اشتباه دارم خود متوجه نمیشم، رفتارم نادرست است، تو یاد بگی، بگو والله این رقم قدم زدن مزه نمیتسرستش، تو همین کار نکن. از هر کسی یک درس از اینجا بگی. این 3 ساعت روز جمعه بهترین لحظات باید باشه، از این بیشترین استفاده را کنی. امیالی برتان بگویم از بچه های کابل که اینجا بچه های اطراف زیاد میه، بیچارا محرومیت احساس کردن، میخیزن میان یک روز از مسیرها، از سر پل میان، از مزار میان، از بامیان میان، از کنر میان، در سیمینار اشتراک میکنه. تو دیندان کوچه خانه است در سیمینار اشتراک نمیکنی. به خاطر ما نبیا، به خاطر یک کسی دکترای تجارت داره برای تو ملت فقیر هدایت گپش میاریم که گوش کنی شده زندگی تک تغییر بیاره. همانی شور نمیخوری، میخوای یک عمر دگام بدبخت زندگی کنی اما حاضر نیست یک جلد کتاب بخوانی. عزیز دل من، تفاوت انسان امریکایی که انسان افغانی همیست که خواندن، دانشمندایشان کمکشان کرد امروز ملت تو حاضر است اوجه نوکری کنه، حاضر است کالاشویی کنه، تاکسیوانی کنه، در خانهایشان کار کنه،
که فقط دمو ملکش بانشه. بیاییم بس کنیم این قافله را. ایمان داشتن به توانایی های خیش نخستین اسگاه موفقیت است. اولین اسگاه موفقیت، اولین جایی که موفقیت شروع میشه از کجاست؟ از باور داشتن به توانایی های خود، که ما آدم تواناستم، من هم میتونم یک زندگی بسازم، من هم میتونم وطن خودم بسازم، من هم میتونم برادروار زندگی کنم. دیگه با صدها مذهب و لسان و آره و فرهنگ‌های مختلف در سرزمین خود جور میان، اما ما و شما با تمام نزدیکی ها بین خود جور آمده نمیتونیم. بین اینا را اصلاح بسازیم. 11. خود را دست کم نگیرید. پیام خوب است. خود را دست کم نگیرید عزیز دل من. خداوند متعال بر موتوم توانایی داده، ذهن داده، نیرو داده، ولی سر خود باور نداریم. خودم مستحق نوکری میدانیم و بس خلاص. میگه ناسا رفت مریخ نشست کرد که چند نفر میشته گپ زده میره. پس به امریکا تلفون کردن که بیاد اینجا پیش از ما کسی آمده، خب لسانشان نمیفهمیم. ثبت که چی گفت؟ پس لسان ثبت کرد، روان کرد که تشخیص کنه. دیدن افغاناست، گفت چی میگه؟ میگه آمدیم ما اینجا اگه گلکاری کار باشه که ما برتر. یعنی ما شما مریخ هم بریم به فکر مزدورکاری میریم، به فکر مزدورکاری که اینجا آمده مزدورکاری کار نداریم. کل سنگبری های دنیا سر ماست، مزدورکاری های دنیا سر ماست، شاروالی های دنیا سر ماست، سرک پاکی های دنیا سر ماست، نان رساندن دنیا سر ماست، کالاشیشان سر ماست. یعنی ما مستحق از هم نیستیم.